کینه عجیب بین ایران و پشتونها وجود داره، کینه بسیار شدید. حالا به چه دلیل من نمیدانم. ایران از عراق ضربه نمیخوره، از سوریه هم ضربه نمیخوره، آمریکا هم ضربه مهمی نمیخوره. کشور دیگری نمیتونه ایران را حذف کنه یا در هم و برهم کنه. فقط یک دونه خطر بسیار جدی وجود داره که ایران از طرف افغانستان ضربه مهلک را دریافت خواهد کرد. ایرانی ها و افغان های عزیز، فقط 2 یا 3 دقیقه توجهتان به ما جلب کنید، معطوف بدارین. این آدم محقق نسب نام داره، یکی از علمای بسیار جهید و بزرگی قوم شریف هزاره ما افغان ها، که یک مشکل و کینه دیرینه با ما هم داره، با شما هم داره. اینا که هستن در ژن، خون، پوست و استخوانشان خون مغول است، از خون چنگیز خان هستن اینا، که پدرکلانشان تا کواسه و نواسیشان میامدن در ایران زنای ایرانی را فرار میدادن، چور میکردن، قتل میکردن، مردایشان تجاوز میکردن. این نواسی از اونم مغول است. کی شما را ناموستان نجات میداد از دست مغول؟ ما پشتون ها. محمود افغان خو مشناسین، ایرانی ها نه؟ اشرف افغان هم مشناسین، هوتک افغان، میرویس هوتک هم مشناسین. کیا بودن اینا؟ حافظ ناموس شما بودن. کی بودن؟ پشتون بودن، آریایی بودن، برادر شما بودن. حتی از عرب ها ما ناموستان ما نجات دادیم، ایرانی های قند عزتتان نجات میدادیم تا مستوانه که داشتیم. و هر نوع تجاوزی که بالای شما شده، ما پشتون ها در خدمت شما بودیم، چون آریان هستیم. او زمان نه ایرانی بود نه کدامچی، یک کشور بودیم، نه محاکم بودیم اونجا، نه در رکاب ما کار میکردیم دیگه. این منافق جدی نگیرین. این دمی هر کشور که اینا برن که پشتون ها مشکل دارن. اینا میم سر اصل موضوع. من در سوشال میدیا خبر شدم که اسرائیلی ها بالای ایرانی ها حمله کردن. خوب کردن، چون من دیدم که مردم عامه را نکشته، رژیم منافق و رژیم خستکن و رژیم ظالم ایرانی را زده. خوب کرده که زده. اینمی رژیم ایرانی ها ما را کم صدمه زده. اسیری بیچاره مسافر را می گرفتن، چتلی اینا گویشان بالای خودشان می خوردن، دستاشان این رقمی شخ بسته میکردن، از گرسنگی میکشتن، بالای زنان تجاوز میکردن، زنده انسان را شلیک کردن، آتش زدن، در دادن، اعدام کردن. ما مردم بیچاره افغانستانه. به همین رقم سر خود ایرانی ها هم ظلم روا میدارن. این رژیم آخوندی پدلانتان. خداوند اسرائیل توفیق بده خوب بکوبه این آخوندای دانه. این سگ محقق نسبم از اونمو جیره خورای آخوندای شما آسیحی هم ترویش داشت شما. اینمی طایفه کمیار گوره خوردن جدی نگیرین چون یا لودستن. خدا حافظ.